با سلام و درود خدمت شما عزیزان و همراهان کانال رایز آف ایران. با طلوع دیگر در صبح 4 آبان ماه سال 1404 در خدمتتون هستم. امیدوارم که هر کجای این ایران، در هر موقعیتی که هستین، چه دور چه نزدیک، شمال، غرب، شرق و جنوب این خاک پرگوهر، خوب و خوش و سلامت باشید. برنامه امروز رو میخواستم ابتدا با موضوعی که دیروز صحبت کردم راجبش، یعنی دونالد ترامپ و اون ادعایی که همه چی تحت کنترل منه، صحبت بکنم، شروع بکنم. یک مورد مهمی بود که توی برنامه دیروز جا انداختم و اصل تقریبا میشه گفت توجیه و توضیح این مسئله بود که ترامپ آدم دروغگوییه و از سر استیصالش و این شایعاتی که آمریکا تحت کنترل اسرائیل هست و اون داستان آبستین و اینها، میاد و با دروغ گفتنها سعی میکنه نشون بده که نه، همه چی تحت کنترل و هماهنگ شده با من هستش. اون موضوع چی بود؟ موضوع پیجرها بود که دونالد ترامپ اومده گفته که عملیات پیجرها تحت نظارت مستقیم من بوده. جالب میدونین چیه؟ عملیات پیجرها 17 و 18 سپتامبر 2024 اتفاق میفته و آقای دونالد ترامپ 20 ژانویه 2025 وارد کاخ سفید میشه و دور دوم ریاست جمهوریش آغاز میشه. پس چجوری عملیات پیجرها تحت کنترل و اینقدر آمریکا بیدر و پیکره؟ در حال این دروغ بزرگی بود که این پادشاه لخت زرد، البته کله زرد، بیان کرد و خب نشون میده که کتنکیه و افسار ترامپ دست نتانیاهو یا برعکسش. یه خودتون میتونید قضاوت کنید. اما مورد بعدی که میخوام راجعش صحبت کنیم باز برمیگره به یکی از برنامه قدیمیمون که گفتم FATF مشروطش خوبه. با این تیتر FATF مشروطش خوبه و در حال FATF ایران رو از لیست سیاه خودش خارج نکرد. چرا؟ همون دلیلی که گفتم، یعنی ایران عملاً چیزی رو تصویب نکرد. CFT و پالرمویی که ایران امضا کرد و تایید کرد مشروط بوده و عملاً میشه گفت چیزی تغییر نکرد و چیزی تایید نشده، یعنی اون خواسته غربی ها برآورده نشده و خب طبیعتاً ایران رو نباید از لیست خارج کنن. حالا اونهایی که نگران بودن و داد و بیداد میکنن چرا CFT پالرمو رو ما امضا کردیم، اینجوری میشه بل میشه، مخصوصا این عزیزان پایدارچی توی مجلس که داد و بیداد هم زیاد میکنن، میتونیم اینجا ببینیم که خب عملا چیزی امضا نشده و همون داستان توپو الکی انداختن تو زمین حریف هستش که بگیم ما کارمون انجام دادیم، ما تایید کردیم و اینها، این شما بودین که رد نکردین. برای افکار عمومی هستش که جوابگوه. و خبر دیگه ای که میخوام راجبش صحبت بکنم صلح پایدار غزه هستش. خب اسرائیل که دائم داره غزه رو، خان یونس و بخش مختلف غزه رو بمباران میکنه، البته توی سکوت خبری به نوعی و هیچ آتش بسی عملاً وجود نداره و فقط نیروهاش رو از اون مناطق، یعنی اون مناطقی که مشخص شده بودن بیرون کشیده و اومده حالا پشت خط ایستایی که حداقل تلفات کمتری رو روزانه داشته باشه. از اون طرف داره بمبارانش رو انجام میده و خب از فلسطینی ها تلفات داره میگه، از غزه‌ای ها، مردم بیگناه ها، کودکان، زنان و افرادی که خیلیشون در این بمباران ها کشته میشن غیر نظامی هستن و شاید حتی مخالف حماس هم باشن. اما در همین ارتباط اردن هم با توجه به این داستان ها اومده گفته که من هم نیرویی به غزه نمیفرستم. چه صلح پایداری! رفتن یه عکس فانتزی تو اون مجلس آبروریزان سران کشورهای جهان زیر پای دونالد ترامپ برگزار کردن. یه سیرک شرم الشیخ بود و خروجش چی شد؟
صلح پایدار 2025. خب فعلا تموم شد. تنها نکته‌ای که اون داستان داشت و گفتم نتانیاهو خواسته‌هاشو به ترامپ تحمیل کرده بود این بود که به نوعی بیان یه سری اسیر خودشون آزاد بکنن و از اون طرف یه مقدار فشار رو از روی نیروهای نظامی خودشون کم بکنن و در نهایت دوباره بعد از این که پروژه ها و کارهای دیگه شون رو توی حالا لبنان و یمن و ونزوئلا و عراق و اینها انجام دادن و سوریه بیان دوباره برگردن سر حالا درگیری اصلی با غزه‌ای‌ها و پاکسازی کامل نژادی و قومی غزه‌ای‌ها از اون خاک و اون قسمت رو کنن یه بخشی از سرزمین اشغالی جدید. پس حالا دونه دونه این داستان‌ها انصراف‌ها از اون ارتشی که قرار هستش، نیروهای نظامی که قرار هستش امنیت رو توی بعد از صلح 2025 پیاده سازی بکنن، یعنی تو مرحله دوم و سوم و چهارم، حالا هر عددی می‌خوایم بگذاریم، اینها یواش یواش شروع میکنن و انصراف دادن هاشون رو اعلام میکنن. اما بریم سراغ داستان یمن و ونزوئلا. یه دو تا خبر کوتاه هم راجع به یمن و ونزوئلا بگم. در ارتباط با یمن یک سری تحرکات توی دریای سرخ داره انجام میشه در سواحل غربی یمن که تحرکات نیروهایی هست که مشخص نیست دقیقاً مربوط به کدوم کشورها و کدوم دسته و اینها هستن. البته دستش مشخصه، سمت غربی ها و اسرائیلی هستن، یعنی آمریکا و اسرائیل. این نیروها بنا به گزارش منابع آگاه اومدن و تحرکاتی رو دارن انجام میدن که این تحرکات توی دریای سرخ میتونه منجر بشه به تغییر موازنه قدرت در دریای سرخ که الان به نفع یمنی ها و انصارالله یمن هستش، یا بهتر بگیم محور مقاومت. این تحرکات زیاد هستش. این چیزی که حالا توی اون گزارش اومده جزئیات مشخص نیست، به غیر از یک مورد که توی یکی از جزایر که اماراتی ها هم اون رو اشغال کردن، جزایر یمن، الان خاطرم نیست اسم اون جزیره دقیقاً، ولی جزیره خیلی مهم و استراتژیکی هستش. تو اون جزیره باند پرواز بزرگی بلند بالایی تصاویر ماهواره‌ای منتشر کردن که مسلماً برای اون جزیره که کاربرد نظامی هم داره، این باند برای به هر حال کمتر کردن هزینه‌های حملات به یمن خواهد بود و از این دست تحرکات داره زیاد میشه و به هر حال میگم هر روز داریم به جنگ بزرگ، نبرد بزرگ نزدیک و نزدیکتر میشیم و غربی ها طبیعتاً باید چیکار بکنن؟ بیان اون شرایط رو برای اون نبرد برای خودشون مهیا بکنن. نقاط استراتژیکی توی جنگ آینده میتونه ورق رو به نفعشون برگردونه باید تحت کنترل داشته باشن. بگرام یکی از اون نواحی هستش که آمریکایی‌ها، دونالد ترامپ مخصوصا داد و بیداد زیاد کرده سرش و براش خیلی مهمه. یمن یکی دیگه از اون موارد هست و این داستان توی عراق و سوریه و غیره هم دیده میشه. پس ما درگیری ها توی یمن و اینها رو خواهیم داشت، اما یا میتونن به اون خواستهاشون و اهدافشون برسن؟ من فکر نمی کنم بتونن برنامه‌هاشون رو اونطوری که دوست دارن دنبال بکنن. مورد بعدی ونزوئلاست. تو همین راستا داستان ونزوئلا اهمیت خیلی زیادی برای جنگ آینده داره. جنگ آینده‌ای که دو طرف اصلیش چین و آمریکا هستن و میشه گفت چین لیدری داستان شرق رو، اتحادیه شرق رو داره و آمریکا هم لیدری داستان متفقین رو داره و ونزوئلا نقش اساسی رو در نبرد آینده ایفا میکنه. آمریکا باید از لحاظ انرژی یک تضمین و گارانتی داشته باشه که در صورتی که خاورمیانه رو، قطب اصلی سوخت جهان رو با آتش کشید، بتونه خودش
دور از این آتش بیسته. به همین خاطر ونزوئلا رو باید، ونزوئلا که اولین ذخایر نفتی و فسیلی به نوعی دنیا رو در اختیار داره، باید تحت کنترل کامل آمریکا باشه. اقداماتی که دارن انجام میدن در جزایر اعلام کردن، در جزایر ترینیداد و توباگو، تو اون مناطق آمریکایی ها نیروهایی رو برای تمرین و مانور و اینها دارن پیاده میکنن که اگه اشتباه نکنم 13 مایل با ونزوئلا فاصله بیشتر ندارن اون نواحی و داره یه جوری فعلا دور تا دوره ونزوئلا رو، حداقل اون بخش شمالیش رو داره نیرو میچینه آمریکا تا برای اون روز صفر، ساعت صفر که تغییر رژیم در ونزوئلا است و نشوندن ماچادو، اون دست نشونده تعطیل ونزوئلایی، صلح نوبلی، چقدر توپو میزنم، اون رو بخوام بذارن جای مادورو و کلن به اسم اینکه آره ونزوئلا کشور مستقلی است، عملا ونزوئلا رو یکی از ایالت‌های خودشون بکنن. دیگه فکر نمی کنم حالا واسه این برنامه صحبتی مونده باشه. فقط داستان پیجرها، آی ترامپ قبل اینکه بیایی تو کاخ سفید نمیتونی عملیات رو تحت کنترل و نظارت داشته باشی. شاید مثلا یه چیزایی بهت گفته باشن که اون هم امکانش وجود نداره، چون داستان این عملیات سری محرمانه است و تو سطوح بالا نهایتاً مطلع میشن. حالا تو میخوای بگی که افسار دست خودته، باشه ما هم این برنامه رو دیگه ببندم. لایک سابسکرایب فراموش نشه. اگر از برنامه‌های ما خوشتون میاد دیگه کمک کنیم ما هم پولدار بشیم، وضعمون خوب بشه و وقتی وضعمون خوب بشه اون موقع حرفامون بیشتر به دل میشینه. دیگه سخن کوتاه میکنم و همگی شما رو تا طول دیگر به ایزد منان میسپارم. بدرود.